زنده باشید. یک قرصک بزنید به خاطر فروخی سرای آقای فروخی آریفزو. زنده باشید. ولی دیگر من شما را خوش آمدید میگم به طور خوشگل. زنده باشید، سربلند باشید. بگذارید همیشه لبان شما پر از تبسم باشه. هیچ گاه دستی که من نبینم همیشه تاجیکستان ما تیزی و آرامی باشه. یک قرصک دیگه به خاطر همین نوجوانان میزنیم. بگذارید که همیشه پرچم وطن را در تمام دنیا بالاتر بردارم. و نگفتانان فرخ جان را، همین فرخ جان فقط پدرش نصیحت بگیره که فرخ جان آخه کی جای خواستگاری میرن بگون زنت بتون بگن که بچه که مای میگشن کی جای خواستگاری نمیش که دخترش نمی در قرار 6 ماه یا سال مای ننوش یا جای خواستگاری برن دخترش برو را بتاقی توی کنم آبادت کنم میگه گب نیست پدر جان دیگه من عموما مای نمینوشم. خلاصه ساعت 12 شب خطی حضیفای شب نشینی داشتن میزنم مست میایه خانه دا میدونه که پدرش مستی خواه بگم من چیکار کنم که پدرم نفهمه که من شب مست بودم. ببینه که در کوکنه خربزه موندگی میگیره میکشه میخوره میره خواه میره ساعت پدرش میگه فرخ جان با مست بودی نه من با پدر جان مست نبودم. چخیلی اثبات بکنی که مست نبودی میگه پدر جان راستی من شب بودم ساعت 12 شب شما مستی خواه بخواه دیدم که یک خربزه کوکنی در موندگی کشتم خودم رفتم خور رفتم میگه ناشرگی چوای طور فرزند خربزه در بالکن مشاهد و کدو را خورده یک خربزه که بلند میزنی زنده باشین سربلند باشین کمتر شوخی کده گم میزنیم های بازار کاروان در وایمه کده رفته سازه که هم جدا تلبنده و بسیار چه یکا گشتهیم یکا گشتهیم همه 5 دیگه یک سوم 3 سوم 5 سوم داده رفته است یکی به آمده ترمی خیلی اکا گفتم نبر خیلی گشتهیم ما گفتم گشته خیلی ها گشتهیم ما گفتم خیلی بیام مجا تمیستم برای بکی بیو یک خرزگی شما زنده باشین سربلند باشین. اگه بزرگا چی میگه که هر کسی که حافظه خدا آواز بتا هر کسی رقاصه رئیس و پلیس بتا گوته که پیچیندیز در خدا چشم سیر کنه کسی تماشا بینه تیز بیاد دیر نکنه نه نوازی بیچاره دل گرداش میسوزه آها تاولا که دویره چیده کفای دستاش میسوزه عرقی تاجیکستان مدام مست میکنه بعد عرق نوشیدن پیان هنگاس میکنه هر کسی بند میزنه دلش دوک دوک میکنه وقتی دیگه بگذاشت لبه چشتور میکنه اخدام خیلی آدم ایلا ها پشنگان شوا خانش سودا کنه محتاج آن شوا اخدام آخری کار باسونی حل شوا کسی خلصک میزن نمیخیلی کل شوا این کلاسی که من نبینه همیشه خنده باشه مید باشه محبت باشه. خلاصه پیر کمپیر مسیحیت بکنم میگه که کمپیر سرک مسافرش میگه آخی مسافرگه خدا بکنه انصاف دا من که 70 سالش در دیگه میانو پاک میشه گردام در میکنه سر میخواد تو چای میکنه نوخواد میکنه وای تاراتت میگیرم آخی بیا بچه را زن دیم بیاریم دستیار کلیم مسافر حاضر میشم میگه که خلاصه بیا کمپیر جان یک مسیحیت کنیم بچه را زن دیم خلاصه مسیحیت میکنم کمپیر میگه که دختر خواهی مرا کلیم میکنیم مسافر میگه که نه دختر خواهی مرا خلاصه دختر خواهی مسافر کلیم میکنن میارم سهر روز میشه کمپیر میخیزن میگه رشید طوری مسافره ما ترا گفتم بیا دختر خواهی مرا کلیم که دختر خواهی خطا کلیم کدی اینا کلیم دیگه دیویژا بوری خلاص کلا خوبه مسافر سرش ویران میشه پشت در کلیم دا میره میگه کلیم نه او کلیم لکه در میگه شده میشه میگه عیب شرم نمیدونی آخی من ترا آمدم دستیار کمپیر من مزاش نیست خروزای همسای عیساتی چونی شوی فرو دارم تا ای خواب نمیخیزی کلی حضر زمان کلی شسرت نمیده بابا تو خروج فرو دارم خروج همسای خروج ماز دبرم خوب رک حفظه نگه شما زنده باشین پیش باید تصویر فراموش نکنین باروی صحنه هنر میکنیم سرنده جمال امیدبخش سرنده شناخته جمهوری تاجیکستان عبید اللهی سعدالله یک حفظه نگه با دستگیری سکوت رحیم پرودکشن زنده باشین